گونه همچه یک لوگین پیج را دیزاین کنیم یا ایجاد کنیم با استفاده از HTML، CSS، جاوا اسکریپت. برای ایجاد همچه یک لوگین پیج وارد درایو سی من میشیم. وارد فولدر زمپ و در اینجا هم فولدر htdoc. در اینجا یک فولدر ایجاد میکنیم که در هر نام خواستین ایجاد کنید، مثلا لوگین پیج یا مثلا تست، هر چیز دیگه نامش هم میگذارید، مشکل نیست. بعد این فولدر را در داخل ویژوال استودیو کد باز فولدر را در داخل ویژوال استودیو کد باز میکنیم و این متشکل از سه فایل است که یکیش HTML است، CSS است، جاوا اسکریپت است. هر کدامش کدهای خاص خودش را در داخلش خود دارد. مثلا HTMLش که است از دو بخش تشکیل شده، یکی هید است یکی بادی، و در داخل هیدش که فایل های CSS و جاوا اسکریپت لینک شده و در داخل بادیش که است اما فرم ما ایجاد شده کدش در اینجا که مثلا از یوزرنیم و پسورد است که اینجا یک بطن لوگین داره. دیگه هم در یه فایل دیگر ما که هست style.css، تمام استایل ها، رنگ و روغن مصفحه داخل اینجا گذاشته شده کدش. و دیگه هم در اینجا جاوا اسکریپت هست که و همو عمل کرده یک صفحه را نمایش میده. به طور مثال اینجا بالای چشم پسورد، فیلد پسورد، وقتی کلیک میکنیم پسورد نمایش میده و دوباره کلیک کنیم هاید میشه. نوشته میکنیم لوکال هاست تست